نادری که تشنج ایجاد میکنه گیلیوم خود هیپوکامپه. یعنی هیپوکامپ بیمار، ما در بیمارانی که اپیلپسی دارن و سر مقاوم دارن برمی‌داریم، این بیمار خود هیپوکامپ دچار تومور شده و حالا ما آنتریور تمپورال لوبکتومی کردیم حدود 3.5 سانت و اینم هیپوکامپ وارد بعد شدیم. این هیپوکامپ بیمار هست که توموراله. این دقیقاً این هیپوکامپ، اینم توموری هستش که داخل هیپوکامپ ما اینو برمی‌داریم. خب قسمت این انتهای عمل ما هیپوکامپ رو برداشتیم، همونجور که دیدید اونکوس هیپوکامپش تومورال رو برداشتیم. این بعد اینجا شبکه کروید، اینا این شبکه کروید پلکسوس بطن لترال، آراکنوید روی سیسترن آمبینس و شریان پیکام و پی سی ای عصب سین زیر و ما اینو باز نکردیم، ولی خب تومور کاملا اینجا برداشته شد. سوپر تمپورال جایی رو سرچ کردیم و تومور هم یه هیپوکامپکتومی کامل انجام شد که تومورال بود.